انسی جون از شما بشنویم و بعد امیدوارم که بتونیم مهرک جان رو هم داشته باشیم. ممنونم، خیلی لذت بردم هم از صحبت‌های طناز جان و هم صحبت‌های آتنا. من هم می‌خواستم اضافه کنم که ببینید یه مسئله دیگه‌ای که توی سالن ملاقات من شاهدش بودم این بود که خانواده‌های زندانیای سیاسی معمولاً یه وقت با همه مشکلاتی که داشتن یه وقت مضاعفی داشتن برای اینکه همراهی بکنن بچه‌ها رو برای ملاقات‌ها. مثلا من می‌دیدم اون روزهایی که قرار بود ملاقات بچه‌ها جدا باشه، شخصی بود که این بچه‌ها رو بیاره برای ملاقات با مادرانشون و حتی مثلا روزهای یکشنبه که ملاقات عموم بود هم میومدن. و دوباره چهارشنبه هم مثلا این زحمت رو کسی به گردن میگرفت و مثلا بچه رو برای ملاقات می آورد، چون بچه به تنهایی که خب نمیتونست بیاد ملاقات. اما این مسئله توی خانواده‌های زندانی‌های جرایم عمومی وجود نداشت. یعنی ما حتی می‌دیدیم تو ملاقات‌های عادی، روزهای عادی و عمومی هم هرچند که مثلا این مادرها واقعا دلتنگ بچه‌هاشون بودن، بعد خیلی زمان ملاقات برای اینها کمتر بود و اینکه مثلا مثل ما زندانیای سیاسی شاید هر هفته ملاقات نداشتن، ولی اگر همون ماهی یک بار هم بود، خانواده‌هایی که این بچه‌ها رو به سرپرستی حالا گرفته بودن، حالا میتونست خاله باشه، دایی باشه، مادربزرگ باشه، نمیتونستن یا این وقت کافی رو نداشتن یا اهمیتی نداشت، این بچه‌ها رو برای ملاقات نمی‌آوردن. یا اینکه مثلا من شاهد بودم، چون یه زمانی که آتنا توی لاکان بود یا یه زمانی که توی قرچک، من با یه سری از مادرهایی که حالا به واسطه قتل توی زندان بودن مجبور بودم که صحبت بکنم و خیلی ناراحت بودم از اینکه این خانم‌ها میگفتن که به خاطر اینکه مثلا بچه‌های ما تحت سرپرستی خانواده همسرشون بودن یا مثلا والد به هر حال پدر بود، اجازه ملاقات به مادر نمیداد. یعنی علاوه بر اون دردی که این مادر حالا من میگم با اون بچه‌ها طرف صحبت نبودم، من فقط با مادراشون صحبت می‌کردم. خیلی از این قضیه ناراحت بودن که تمام اون مشکلاتی که توی زندان داشتن، حالا برای تهیه دیه و این مسئله هم بود که نمیتونستن بچه رو ببینن و این هم از نظر قانونی فکر می‌کنم مشکل داشت که تا زمانی که پدر این بچه‌ها یا والدشون اجازه ملاقات به مادری که توی حالا زندانه به اتهام حالا قتل یا حالا هر اتهامی نمیدادن و مادر و بچه همدیگر ملاقات نمی‌کردن، یا حتی هم اگر به سختی با تلاش بیشتر و اینا میتونستن ملاقات رو بگیرن، اون ریاکشنی که از بچه میگرفتن انقدر بد بود که مدام به این مادرها عذاب وجدان میداد که این بچه دیگه منو نمیخواد ببینه. اینها هم از نظر قانونی، مثلا من همیشه فکر می‌کردم که خب ما تو بچه‌های سیاسی می‌دیدم که مثلا خانواده‌های بهایی حتی اگه یک کدومشون نتونه بیاد ملاقات، یک خانواده دیگه این بچه رو میاره حتما تو ملاقات هست، یک زمان اضافه‌ای برای بچه تو همون ملاقات عمومی در نظر گرفته میشه علاوه بر ملاقات‌های چهارشنبه. یعنی یک اهمیت ویژه‌ای داشت برای همه خانواده‌ها ملاقات مادر با فرزندش یا حالا پدر با فرزندش. ولی توی جرایم عمومی من اصلا اینو نمیدیدم، یعنی نمیدیدم تو سالن ملاقات بچه‌ها تایم جدا داشته باشن، حتی تو همون یه دونه ملاقاتی که به سختی ماهانه میگرفتن بتونن با مادرشون یا پدرشون صحبت کنن. همیشه بچه‌های با جرایم عمومی رو من خیلی ناراحت می‌دیدم، خیلی کلافه می‌دیدم، چون زمانی برای صحبت کردن نداشتن، فضا خیلی خشمگین بود. و توی مثلا قرچک اصلا نمیشد، یعنی انقدر صدا زیاد بود، انقدر فضا نامناسب بود برای این بچه‌ها که من شاید یه وقتایی میگفتم شاید بهتر باشه همون ساعت‌ها هم نباشه. یعنی این بچه‌ها تو این فضا قرار گرفتن واقعا فضای وحشتناکی. همین که یک فضای جدایی برای بچه‌ها نبود برای ملاقات با خانواده‌هاشون، مجبور بودن با بقیه جرایم، با بقیه خانواده‌ها، با همه یکی باشن. یا تو ملاقات‌های حضوری توی قرچک حتی برای بزرگترها هم وحشت‌آور بود که ما توی یک قفسی بودیم. توی ملاقات حضوری کاملا قفس بود و هر طرف قفس یک مأموری بود و ما پشت میز اون طرف باید زندانی میشست و تو این طرف و حتی هیچ تماسی، یعنی ما حتی نمیتونستیم آتنا رو بغل کنیم، دیگه چه برسه به اینکه یک بچه‌ای بخواد توی این فضا قرار بگیره. باور کنین که من هر دفعه که میرفتم ملاقات رو میومدم
میگفتم چقدر خوب که یه همچین تو این شرایط سخت قرار نیست به یک بچه هم این شرایط رو ببینه، شاهدش باشه یا باید بهش توضیح بدم که چرا. چون واقعا فکر میکنم خیلی شرایط سختی بود، خیلی سخت بود. ما تو اعضای خانوادهمون بچه‌هایی داشتیم که چند مرتبه از ما دورتر، مثلا نوه خاله، نوه دایی، ما برای توضیح دادن به اینها که اصلا چرا زندانی سیاسی هست، اصلا چی شده که خاله آتنا زندانه، اینا برای ما خیلی دردناک بود. و فکر کنید که اگه قرار باشه بچه نزدیکتر هم باشه که کاملا این نبود رو بفهمه از نزدیک. و من همیشه میگفتم با خودم که یعنی بدترین قسمت ملاقات برای من همیشه ملاقات‌هایی بودش که توش بچه‌ها هستن و همیشه ذهنم درگیر بود. و همیشه باز هم میگم تو زندانیای سیاسی خیلی این مسائل راحت‌تر بود، راحت‌تر می‌گذشت تا مسائل عمومی یا مثلا حتی تا به شهرستان که رسید. وقتی رسیدیم لاکان من واقعا دیگه تحمل اون فضا رو نداشتم با بچه. یعنی اون رفتاری که توی همون ورودی زندان لاکان با بچه ها میشد انقدر برای من دردناک بود که اصلا نمیدونستم که آیا باید این بچه ها رو راه بدن یا نه اصلا بچه ها نیان. اصلا واقعا مونده بودم که چه راهی میشه پیدا کرد با این وضعیت برای ملاقات، همین 20 دقیقه ملاقات که شرایط رو بدتر نکنه. این چیزایی بود که من شاهدش بودم. حالا بازم اگه سوالی هست من در خدمت.